جلسه امروز ما شرح و تفسیر کارت شوالیه جام هست. در تصویر جوانی رو میبینید که لباس رزم به تن داره و سوار بر اسبی سفید هست و در حالی که جامی در دست داره به سمت راست کارت در حرکته. جلسه امروز ما شرح و تفسیر کارت حاکم جام هست. در تصویر مردی رو مشاهده می کنید که شنلی زرد رنگ و لباسی آبی رنگ به تن و تاجی از طلا بر سر داره. جلسه امروز ما شرح و تفسیر کارت ملکه جام هست. در تصویر بانویی رو مشاهده می کنید که روی سر یک تاج و در دستش یک جام طلایی داره و روی تختی سنگی که در میان آب دیده میشه نشسته. زره و کلاه خود این شوالیه بدون دندانه و درخشان هست و این تصویر نماد لطف الهی و پاکی نیات اونه. در این جام نمادهای مسیحی بسیاری دیده میشه که میتونه اشاره به جام مقدسی داشته باشه که در مراسم عشای کاتولیکا استفاده میشه. نماد بعدی جامی هست که در دست راست این حاکم قرار داره. جام نماد عنصر آب، احساسات، خونسردی، تمرکز بر کارهای جاری، صداقت و درستکاری هست.